وقتی یک نفر خیرات میته به خدا گم رو یاد بکنه که مثلا من اینو برای تو خیرات دادم، از دل آدم میکشه دیگه او کارو میکنه. خب حتما ما به دلشون نیستیم، به نظرشون درست نمیاد برنامه ما، کار ما، خود ما دیگه. عرض سلام و خسته نباشین حضور همه شما. امیدوار هستیم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. من همچنان سلام تقدیم میکنم به تمام شما کسایی که ما را از طریق چینل یوتیوب میوند رخسار بیننده هستین. خدا کنه که جور صحت سلامت باشین و از چینل خودتون حتما سابسکرایب هم بکنین. بله، سابسکرایب، لایک، کامنت. تقریبا یک ماه، یک و نیم ماه شد کامنت خوانی نکردیم نی؟ اما تو رسمه اینجا زیاد وقت شده بود که ما خودت کامنت ها نخوانده بودیم، بسیار زیاد هم شده و زیاد دوستام گلام میکنه که این شما دیگه نمیخوانین کامنت ها و امی یعنی این برنامه‌تون بسیار خوب بوده که ما تشویق میشدیم. از اون خاطر ما نمیخوایم این برنامه از دست ما بره، یعنی کامنت خوانی حتما داشته باشیم و به خود ما هم خوب است. کامنت ها رو میخوانیم و یک تشکر از شما میکنیم و کسایی که کامنت ها میمونه اونم تشویق میشه و بار بار میخواین کامنت بدن. موبایل خیبتک شروع کنیم بخیر. یعنی خب شروع میکنیم از آخرین کامنت ها، ببینیم که دوستا بسیار خوب ما چی گفتن. بله. یکی از دوستا به نام کوین لاف گفتن که سلام به زوج دوزاشنی جان، چطور خوب میکنه؟ اعصاب میان جان خراب است. میان جان گناه رخسار جان نیست، باید شما هم به یاد داشته باشین. و یک سوال، میان جان رخسار جان گاهی وقت شده که ما بینتان جنگ کرده باشین و 2 یا 3 روز جنگی بوده باشین؟ این سوال ما لطفاً به برنامه کامنت خواندنتان جواب بدید. جنگ کردیم. در قدم اول خود تشکر از مو چی میگن از مهربانیتون که میان جانم یادآور شدین برای که باید متوجه شما باشین. و بعد از او جنگ خود زندگی متحلی حتما جنگ است. طور نیست که ما اگه بگویم نیست، خب تمام دوستا خود بگه دروغ میگی. ما میان جان جنگ هم کردیم، جنگ هم میکنیم و ادامه هم خواهد داشت، چون زندگی متحلی گپا رو داره. هیچ خانم شوهر نیست که جنگ نکنن واقعتش. گرچه یک برنامه دیگه ما یک وقت کابل داشتیم، به این سوال ما جواب داده بودیم و شما بازم چون خواهش کردین گفتین در برنامه کامنت خوانی حتما جواب بدین، از خاطر خواستیم که بازم به این سوال شما جواب بدیم. زندگی زن و شوهری یا زندگی که دو دوست با هم دوست می باشن یا زندگی خواهر برادر یا زندگی پدر مادر، در کل هر زندگی را که شما میبینین، هر انسان را که شما میبینین، انسان ها هیچ وقت به یک حالت نمی باشن. حتما بینشان یک روز یک دعوای میشه، جنگ میشه، روز خوشی و بعد حتما می داشته باشه. مهم این است که آدم زود اونمو خفگی را به خوشی تبدیل بکنه. و ایتو که گفتین 2-3 روز نه، 2-3 روز ما و رخسار جان جنگی نبودیم، طول نکشیده 2-3 روز میان جان، فقط زیاد شده 2 ساعت 3 ساعت هم جنگ نیک سر صدا کنیم، خود یعنی گپ نمیزنیم، باز پس جور میم دیگه سر یک چیز. باز میان جان زود یعنی چی میکنه، مرد لاسا میکنه. یک ذره ما خانمان ناز میکنه. واقعتش این وظیفه ما شوهراست، به خاطر که خانما نیاز دارن به ناز و نوازش، به محبت دیگه. از او خاطر به نظر من خانما یک ذره مثلا زیاد دل نازک دارن، از او خاطر ما شما میگیم بیا دیگه، حالا خب روز است که آمده سر ما باید بکشیم، باید تحمل بکنیم. زنده و سلامت باشین. تشکر از کامنت مقبول شما. بله تشکر. دوست بعدی ما رقا ناصری هست یا رقا ناصری است، نمیفهم چی هست. اینا گفتن که سلام، شاید رقیه باشه، من دقیق نشده نیست. گفتن سلام، من برادر عزیزم و رخسار جان خواهر عزیزم، خیلی شما رو دوست دارم، واقعا که عالی هستین، بدون مبالغه که خیلی دوستان درآمد چی نمیفهم، خیلی دوستا درآمد خودت من گفتن نمیدونم یا گفته قصه گپای منفی گفتن نباشین و در راه خود و ویدیو گرفتنتان ادامه بدین، کارتون عالی است. حتما در برنامه بعدی خود این کامنت ما رو یادآوری کنین. ای که چنلتان خراب شد خیلی دق شدم، بازم خدا جان را شکر که چنل جدیدتان سرایت آمد. من اسلام آباد هستم، خیلی آرزو دارم که یک روز شما را از نزدیک ببینم. خیلی خانواده مقبول و جمع جور هستین دیگه. رخسار جان خیلی سلیقه عالی داره و در کنارش خیلی آشپزی خوب داره و دیگه میان جان خیلی که فرد مهربان است. دو گل مقبولتان خیلی قندولک هستم. خلاصه در هر کدام
هر کدامتان در جای خود عالی هستین. تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. زنده باشین. تشکر از شما و بخاطر که من گفتین دیگه یا خوب دارم. زنده و سلامت باشین. از ما که بی‌ترام هستم دیگه این لطف نظر شماست و خدا کنه که ما شما ببینیم. خدا نه، خدا خو میخواد. خانم آدرسش معلوم است در یوتیوب بکله گفتیم. در غیر از شما میتونید مسیج کنین، حتما ما آدرس براتون روان میکنیم. بیاین اینجا دیگه ببینیم، بشینیم، قصه کنیم از نزدیک زیادتر. تشکر. دوست بعدی ما پیوستون یا پیوستو نازیست نمیفهم چی است. اینا گفتن که من یک سوال دارم، همین که من برنامه شما رو 1.5 سال میشه تعقیب میکنم و خوش دارم اما هیچ چیز منفی رو ندیدم. چرا مردم ما منفی کامنت میتن؟ آیا دید ما غلط است یا که چیزی که او میبینم من نمیبینم؟ دوستا گرچه ما چندین باری مورد گفتیم که شما اگر خوبترین کار در زندگیتان انجام بدین بازم یک چند نفر پیدا میشه که شما را خوب بد میگه و اگر بدترین کار دنیا را انجام بدین بازم یک چند نفر پیدا میشه که شما را خوب میگه. این به این معنی که انسان ها فرق میکنن، زاویه دیدشان، فکرشان، منطقشان یا انتخابشان فرق میکنه. اون کسایی که ما را منفی میگن ما اونا را بد گفتن نمیتونیم، حتما ما بدلشان نیستیم. به نظرشان درست نمیه برنامه ما، کار ما، خود ما دیگه مربوط ذوق از اونا میشه. فقط براتون یک گفتنی داریم که از این که زحمت میکشین، من کامنت میتین و هم کامنت منفی میتین، این بر ما بسیار زیاد خوب است. شما بر علاوه که مثلا بر ما نقصتان با این کار نمیرسه، بر ما فایده تان هم میرسه. وقتی شما وقتتان ضایع میکنین، من ویدیوی ما رو میبینین، کامنت میمانین، این بر ما خوب است. اگر شما میخواین که بر ما بد شوه، امو کامنت منفی تان نوشته نکنین. اگر واقعا میخواین بر ما بدی تان برسه، این که بازم نوشته میکنین خیر مشکل نداره. بازم همه چیز خلاصه میکنیم به این که هر کس هر کامنت که نوشته میکنه، یعنی هر کس هر چیزی که فکر میکنه پس برمیگرده و فکرش بس شخصیت خودش. اگه شما کسی را خوب میبینین، خودتان خوب هستین، شخصیتتان خوب است، دیدگاهتان عالی است. و کس بد میبینه، حتما یک بدی در وجودشان وجود داره که دیگران را بد میبینه. تشکر از بعدی ما که یوزر است، اینا گفتن شما واقعا زوج فوق العاده هستین. بار اول خودت در اسلام آباد دیدم، همه ما در موتر بلال بودیم، فکر کنم خودت بر ما خانه پیدا کرده بودی در گلبرگرین. همه برنامه‌تان عالی و دیدنی است. ان شاءالله که همیشه کنار هم خوشبخت بمانین، چشم بد دور. حال نوبت گله ما که هیچ وقت کامنت مرا نمیخوانین. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. اینا کامنت شما رو خواندیم در مورد موتر بلال جان. بله بلال جان خب فعلا دوست شده. روزه که ما شما دیدیم شاید روزه اول ما بوده که با بلال دیدیم. بله خانه حتما شاید ما ای که کی هستین نمیفهم، چون ما بر تنها شما نه، با زیاد کسا مخصوصا در منطقه گلبرگ خانه پیدا کردیم دیگه. هر کجای که هستین شما هم خوب و صحتمند و سرحال باشین. بله تشکر از کامنت زیبایتون. دوست بعدی ما دنیا زاد گفتن ای تو تکنیکی است که هیچ زن فکر نکنم امتحان نکرده باشه. هم کمره مخفی که بالای مخاط گرفته. زنها معمولا از تکنیک ها استفاده میکنن، حتی پیش از عروسی کارا میکنن، بعد از عروسی خود قدر فکر ما زنها نمیگرده. اما واقعا رخسار جان در زندگی ای کارا نکرده بود. هیچ وقت چون سرمایه جان زیاد باور دارم دیگه، یک هم کمره مخفی بود دیگه. خب خوب شد که امو باور اعتبارت پا بر جا ماند. شکر خدا جان از خودتان، از شما بخاطر بله. دوست بعدی ما هانیبال گفتن چه انسان‌هایی پیدا میشن که یک نفر غم شریکی میکنه و مشکلات هموطن خود بازگو میکنه، بعد چند ادا آمده و به ناموز زدن. نمیدانم چرا بعضی از انسان‌ها خوی حیوانی دارن و احساس نسبت به وطن خود ندارن. بله تشکر از کامنت شما. متاسفانه اطلاع ما پیدا میشه. بعضی زیاد دربارش نمیکنه ولی جالبه گرچه از رخسار از اون کسایی که واقعا بیننده ما هستن، علاقمند ما هستن، از اونها کده این مردم ها زود میان و زود کامنت میتن و زود ویدیو رو میبینن و هم مثلا کامنت یا نظر منفی ده تو یک جای میتن که اندم آخرای ویدیو میباشه، دم کنج ویدیو میباشه، اون قسمت ها را حتی با گفته انگار تا با شوق تمام میبینن، باز کامنت منفی خود میتن. والا به دقت سعی میکنن برنامه را. از این کسای دیگه که واقعا علاقمند ما هستن، از اون کدن شما برنامه ما را شاید اما تو به دلچسبی می‌بینین. در یک نکته منفی پیدا بکنه. خونا گفته یگان تا در خمیر موی میپالن، نه از او خاطر. زنده باشین.
شکر که هستین. بله. دوست بعدی ما کاملا نسیم گفتن وای خدا من شما را گم کرده بودم، از طریق چنل رضا و فاطمه پیدا کردم. خوشحالم که دوباره به شما پیوستیم. سالگرد عروسیتان مبارک. الهی سالهای سالم تو خوش و خوشبخت بمانین با طفلکای قندورتان. زنده و سلامت باشین. تشکر. گرچه گپ بسیار وقت است که از بسیار وقت پیش است، اما بازم تشکر از همه شما. بله. دوست بعدی ما مصطفی کاظمی گفتن برادر گرامی میان جان و خواهر گرامی خانم رخسار جان مبارک باشه، بخیر استفاده کنین، نظر لذیذ زندگیتان لذت برده، فردای باشه یا نباشه خدا میداند. بعضها با امید خارج رفتن سالها به خواری و زاری در پاکستان عمر خود سپری میکنن. خوشا به سعادت شما که از زندگیتان مطابق داشتهایتان لذت میبرین. در پناه خداوند با اولادکایتان جور و آرام باشین. تشکر مصطفی جان. شما هم خوشخندان باشین. صمیم درویش گفته من برنامه دانلود کردم، بار میبینم میان جان شیرین، من هم دوستتان دارم. تشکر. زنده باشین. این دانلود نکنه دیگه، خونمو رو بار کرده اعلاناتش میگه دیگه. یک دفعه دانلود میکنی فکر کنم یک دانه اعلان، شاید اعلان هم نبینی دیگه، خود دانلود میکنی دیگه مکمل نمیبینی، بازو نه واچ تایم میته نه اعلان میه نه پیسه میته، ایت کارا نکرده. دانلود کو بان اما دانلود شدگی رو نبین. اصل ویدیو رو ببین. زنده و سلامت باشین. شوخی میکنم. هر رقمی که شما دوست دارین، هر رقمی که شما لذت میبرین، هر رقمی که شما براتون جالب تمام میشه، اما رقم ببینین دیگه. زنده و سلامت باشین که بازم به خاطر دیدن ما رو انتخاب کردین. دوست بعدی ما لیلما امانیار است. بله گفتن که واقعا بسیار یک زوج مقبول، خداوند همیشه خوش و خوشبخت داشته باشیدان. من جان رخسار جان نازنین در افغانستان بسیار کم است که به این قسم خانم خود را دوست و محبت برایش بدهد. خداوند از نظر بد نگاهتان کنه، همیشه سبز خرم باشین. رخسار جان خواهش میکنم که برایتان اسپند دود کنین که نظر نشین. راستی عکسایتان را دیدم بسیار مقبول و عالی بود، همیشه بدرخشین، موفق سربلند باشین با طفلای مقبولتان. من اولین بار است که براتون کامنت گذاشتم، همیشه وقت برنامه‌تان بیننده بودم. خواهرتان لیلما از استرالیا با امید پیروزی بیشتر است. تشکر. زنده و سلامت باشین لیلما جان قند. تشکر از اینکه کامنت ماندین. شما همچنان این آرزوهایی که بر ما دارین ما ده چند شب شما خواهان هستیم. تشکر. دوست بعدی ما گفتن یوزر است، گفتن که با این ویدیوی مقبول و دلچسبتان باور کنین محبت بین زن و شوهرها را دوچند کردین. همیشه موفق باشین، زوج موفق. تشکر. این که کدام ویدیو بودن همیشه؟ بله. مرینا زمانی گفتن که عالی است، تبریک باشه، این هم تحفه من، نام من امیرا است، خوش میشم اگر نام ببرین از من در برنامه. این نام بردیم. بله تشکر امیرا جان قند و تحفه تانم گرفتیم، بسیار مقبول بود. تشکر. زنده باشین. صفی احساس یا صفیه احساس نمیفهم یا اساس، اینا گفتن که برنامه تان را تا آخر با شوق دیدم، برایتان آرزوی خوشبختی کردم، بازم مبارکتان باشه، کنار هم همیشه خوش و خوشحال زندگی کنین، خاطره خرم. تشکر. زنده و سلامت باشین. تشکر خاطره جان. بله. فوزی علوی گفتن که عزیزم میان جان چقدر با شخصیت و فهمیده، اینقدر همه چیز رو مورد احترام قرار میدهد، حتی برای باز کردن کادوها تو لایق بهترین خشونت به هیچ وجه برای هیچ چیز، یعنی برای هیچ چیز باید آدم خشونت نکنه. تشکر. راست میگین. زنده باشین. میان جان همیشه آرام کار میکنه. زهره از اسامی یا اسامی گفتن که ماشاءالله زوج دوست داشتنی، چقدر لباسا برای شما میزیبد، نظر نشین، چقدر عکسایتان مقبول، قلب شما مقبول، خوی و خاصیت مقبول، خداوند جل جلاله شما را حفظ کنه با هر دو گل زیبای خودتان. آمین. دوستتان دارم، خدا نگهدار شما. زنده و سلامت باشین. لطف شماست، چشمایتان همه چیز مقبول میبینه. دوست بعدی ما جرمنی 592 گفتن که واقعا معلوم بود سر این برنامه زیاد زحمت کشیده شد، بسیار یک برنامه متفاوت و رویش فکر شده. تشکر که به مخاطب ارزش قائل میشین، چون برنامه باید کیفیت بالا داشته باشه. عشقتان پایدار، با امید موفقیت های بیشتر و برنامه های ارزشمند و متفاوت. تشکر. زنده باشین. لطف شماست. دوست بعدی ما صبا 1115 گفتن اول خود طایف زیبایتان تبریک باشه، انشالله به خوشی و صحتمندی استفاده کنین. و دوم میان برادر رخسار جان خواهرکم یک حرف براتون میگم، اگر قبول نکردین سخت ازتان آزرده خواهد شدم. گردنتان بسته، در برنامه کامنت خانی از کامنت بد و منفی یادآوری نکنین. اگر یک کامنت منفی هم به خانش گرفتین بسیار ازتان خفه خواهد شدم.
گفتن چون امروز بعضی کامنت ها را دیدم حیف وقتتان نکرده که به خواندن نظریات منفی وقتتان از ضایع کنین. انتقاد، پیشنهاد، نظر خوب و نقد، نظر بعد از نصیحت خود یک طریقه داره، ولی این گونه نیست که ما بیایم عقده خود را با حرفا و کلمات زشت و رکیک بنویسیم. راست میگین. بسیار زیاد تشکر. راست میگین، دقیقاً همونطور است. یگان تا دیگه جای عقده‌ای می باشه سر ما بیچاره خالی میکنه دیگه. تشکر از شما. اینا ما هیچ اهمیت نمیدیم و هیچ نمیخوانیم. بازم تشکر از شما. نهایت کوشش خود میکنیم که نخوانیم، اما باز بعضیش که میخوانیم فقط به خاطر اینکه امو یک جواب برشان بدیم. امکان داره واقعاً بعضا بودن که مثلا نظر منفی میدادن و وقتی برشان جواب دادیم، قناعتشان دادیم، کم کم به بهترین بیننده ما تبدیل شدن. دیگه ما هم کوشش خود میکنیم تا حد توان. ای که باز نمیشن دیگه مربوط خودشان میشن. دوست بعدی ما عزیزه امان گفتن سلام رخسار جان و میان جان، لطفا همتون رسپند کنین، بسیار مقبول معلوم میشین و 4 قول شریف را هم چوف کنین. خداوند از نظر بد شما را نگاه کنه. زنده و سلامت باشین. لطف شماست. تمیم کریم گفتن سلام به هر دویتان، میشه بگوین چند مصرف شده؟ تشکر. تقریبا در تمام سالگرد ازدواج ما از ما و رخسار جان با ای که لباس گرفتیم، با ای که کیک گرفتیم، سالگرد و محفل یار گرفتیم، نان شد برای مردم، در حد $200-250 مصرف شد. یعنی در کل وضو چندین برنامه ما ساختیم. زیادتر دوستان رخسار جان به این فکر میکنن که مثلا شما بسیار اضافه خرچی میکنین، چطور چنانی گپا. یک خود دوست عزیز، ما با خود ما میخوایم یک خاطره بانیم و دوم دیگه گرچه چند دوست ما به این موضوع اشاره کرده بودن، وقتی ما برنامه از این میسازیم پس دوباره از برنامه ما عایدم میکنیم. یعنی ما زیادتر کوشش میکنیم هر برنامه‌ای که فرض مثال وقتی من از او عاید میکنم، پس اگر سر از او مصرف بکنم خوبتر است. هم به خودم خوب است که لذت میبرم. شاید هم برنامه رو من بدون از این مصرفم پرتام هم بیننده خود داشته باشه، تو نیست که نبینه، حتما میبینه. اما اگر برنامه جالب باشه بیشتر بیننده داره. مثلا اگر من سرک برنامه مصرف میکنم شاید بدون مصرف و 10,000 نفر 20,000 نفر ببینش، اما اگر سر از برنامه من مصرف بکنم او شاید 50,000 60,000 70,000 نفر ببینه. کاملا خبر شد. مثلا سالگرد ازدواج ما و رخسار جان تقریبا یک برنامه 45,000 نفر دید، یک برنامه 70,000 نفر دید، یک برنامه 30,000 نفر دید. یعنی وقت پول مصرف میکنیم دوباره پس پولم میاد و ما مجبور هستیم که مصرف بله بکنیم. و ما میمن جانم در اعتقاد هستیم که باید آدم وقتی از یک چیز پول به دست میاره حداقل یک چیز باید سرش مصرف هم بکنه. تو نمیشه که آدم بگه مفت بر ما بیایم، مفت نمیشه، خسته کن تمام میشه. آدم باید یک تفاوت در برنامه خود ایجاد بکنه، یا از لازم مصرف یا از لازم چکر رفتن یا آشپزی هر چیزی که باشه. حتما باید آدم در یک رو پول بده که پس پول به دست بیاره. دیگه ما به می اعتقاد هستیم. تشکر از شما. تشکر. دوست بعدی ما شکریه صابری گفتن که باید همه از شما بیاموزن زندگی را. تشکر. زنده باشین. هایانتاس یا هایانتاس نمیفهم چی است. گفتن که از یک چیز در محفلتان خوشم آمد. اینجا از همه اقوامن و این اتحاد را در تمام افغانستان میخوایم، چون ما همه باغ یک گلستانیم. زنده باد افغانستان آزاد و متحد. بله زنده و سلامت باشین. تشکر. آمین. ما هم چیز خواهان هستیم دیگه. تشکر. بله تشکر. دوست بعدی ما عالیه اکبری. عالیه اکبری گفتن که سلام دوستان عزیزم، انشالله که همیشه کنار هم دیگر خوش باشین. این روز در زندگی شما بار بار تکرار شد. من 2 سال شده که نکاح کردم، شوهرم ترکیه بود، مرا هم خواست. باز من چند روز بعد از سقوط افغانستان در دست طالبان آمدم ترکیه قاچاق. هیچ عروسی نگرفتم چون شوهرم هیچ پول نداشت. خانه خسرم هیچ بر ما کمک نکرد. خسرم مامایم است. خوشیم عمیم میشه. همیشه دعای بد میکنم در دنیا هیچ خیر نبینه. برایم همیشه رنج میبرم که لباس سفید نپوشیدم. یک دفعه دلم میشه در خود یک جشن بگیرم، باز هیچ خوشم نمیاد. مثل مجبوری زندگی میکنم. خالی نفهمیدم دقیق. از صبح تا شب گریه میکنم. گفتم عروسی دگارم میبینم در یوتیوب دلم آب میشه. میگم کاش این روز در زندگی من یک بار تجربه میکردم. اگر پیام مرا دیدین یک بار در برنامه‌تان بخونین تا دیگه خانواده ها عبرت شود برشان. تشکر از شما. تشکر از شما بخاطر کامنت زیبایتان. متاسفانه همطور یک حالت وقت طالبان آمد سر زیاد کسا آمد، خصوصا دختر خانوما فقط همطور یک نکاح ساده کردن.
عروسی رو میمون جان زیاد کسا میگه مصرف بیجای است باید نشه، اما دوست ما رو ببینید چقدر عوض از زیره میخوره که حداقل خرابترین عروسی با 10 نفر مگم هر دختر حق داره یک بار لباس سبز و سفید بپوشه و همو آرزو و ارمان که در دلش هست همو پوره شود. به نظر من صحیح دامادتان اگه غریب هم بود اقتصادش کم بود نفر کم خبر کنین، اما همو دختر باید حتما با آرزوی دل خود برسه، همو لباس را که میخواه بپوشه و سالا حسرت از زیر نخوره که چرا من همینطور یک کار کردم همین لباس نپوشیدم یا از دیگرها رو ببینه رنج ببره. واقعا جای تاسف است. خب این گپ هم است رخسار، اما بازم به دوست ما باید بگیم که فعلا دیگه باید حسرت از زیر نخورین، چون گذشته چیزی است که گذشته تمام شده رفته. فعلا شما زندگی رو در پیش رو دارین، با شوهرتان یک جای دست به دست هم بتین زندگیتان قسمی که میخواین هم رقم پیش ببرین، چکر بزنین، سیل بکنین، ساتری بکنین، حتی میتونن عروسی بر خود بگیرن، تجلیل دوباره بکنن، میتونین عروسی بگیرین، دوباره میتونین سالگرد عروسیتان با شکوهش بگیرین، خوش باشین. دیگه مو یک مثل ما شما داره میگم ما هر وقت خذاب بگیری تازه است. دیگه شما متوجه بشین. سنا جان نیبچیم در کمرت پایکتن نزن جان پدر. خب تشکر شما. بله تشکر. دوست بعدی ما احمد علی گفتن شما همیشه زندگی خوب و پر مرفه دارین، واقعا خوشبخت باشین. اگر از جیب خودتان است نوش جانتان، اما اگر شما را کسانی هستن که کمک مالی میکنن بسیار اشتباه میکنن، چون بسیار مردم مستحق‌تر از شما هستن. موفق باشین. تشکر از شما. زنده باشین. بله از جیب خود ما است. متاسفانه یا خوشبختانه بگویم، از متاسفانه که خوشبختانش خوبتر میاد که ما را هیچ کس کمک نمیکنه، مخصوصا کمک مالی که کسی بر ما پول روان بکنه. او ماهانه ایگه پای تو اصلا نیست و اگه کسی بر ما پولم روان کنه قسم برنامه ما رو بینه اشینو شما رو ولک دیگه روان کنه بگه برو ما زامت میکشم بر شما روان میکنم، شما بس چی میکنین؟ خب بر صورتش پیسه که دیگه را بر آدم روی میکنه، همونام زامت میکشه همون رو که روان میکنه و یک کسی که او رو میگیره او هم شرمنده میباشه و راحتی او رو مصرف نمیتونه. دیگه از ما پیسه خودم ماست، به مو خاطرم تو دل جمع چی میکنیم؟ مصرف میکنیم. تشکر. زنده باشین از شما. دیگه ادامه میتیم به کامنت های بعدی باش که لاک شده است پیشم. بله رستیک 777 اینا گفتن که من جان یک ولاگ است طایفتان هم داشته باشین خواهشاً در صورت امکان. داشتیم ولاگ حتما مطمئنا دیدین، کامنت شما را ما دیرتر خواندیم. فریبا نوری گفتن سالگرد ازدواجتان مبارک باشه. من جان رسا جان نازنین کنار هم خوشبخت و جوان بمانین، شکوفه های عمرتان شکوفه باران و سرسبز. برنامه‌تان خیلی عالی، همان قسمتی که در دیزاین خانه خوب سلیقه دارین، برنامه‌تان هم خوب منظم از هر قسمت فیلم گرفته بودین، همه اقوام افغانستان شرکت کرده بودن، آنقدر عالی بود که هیچ حرف نداشت. بیننده‌تان از آلمان. زنده و سلامت باشین. تشکر. خوشبختان باشین. صدف بصیر گفتن من جان و رسا جان سلام، چی بگویم به خدا از قدرت زبان بالاست. بسیار محفل خوب و دیدنی جالب، بسیار لباسای خیلی قشنگ، ذوق عالی، موسیقی خوب و از همه مهمتر کیفیت ویدیو بسیار عالی و دیدنی. خلاصه هیچ کدام خالیگاه وجود نداره. میمن جان از دیگه ناخ ما دوستش نداریم، اینطور خلاقیت و استعداد داره که قابل نهایت توصیف است. ماشاءالله به استعداد و توانایی و زحمت کشیت. من همراه با اولادایم لحظه شماری میکردم که چه وقت این برنامه نشر میشه و راستی چندین بار دیدم و از دیدنش لذت بردیم. اینقدر برای ما خوش گذشت مثل که مردم هند فیلم جوان را تماشا میکردن. با همان اندازه برای ما جالب و دیدنی بود و راستی که رخسارم لباسایش مقبول و هم خودش بسیار مقبول شده بود و خودت هم همچنان. میمن جان بازم بسیار مبارکتان باشه و سالهای زیاده از این روز تجلیل کنیم. زنده و سلامت باشین. قدر توصیف و تعریف که شما کردین در مقابلش نمیفهم به کدام زبان ما شما تشکری کنیم. لطف و مهربانی شماست، خوبی شماست، شما مقبول است که مقبول میبینه همه چیزه. دیگه زنده و سلامت باشین. بله. دوست بعدی ما فریما میر است. اینا گفتن همیشه همینطور عاشق بمانین، جفت زیبا، بسیار حسن زیبا و با شکو. راستی شاید جشن زیبا بوده باشه نمیفهم. گفتن که راستی رخسار خواهر لباسایت خیلی مقبول بود و نمودت میدهد. مبارک باشه. زنده و سلامت باشین. لطف شماست. دوست بعدی ما که یوزر است گفتن این برنامه‌تان یک روز پیر شوید برایتان خاطره میماند. بله 100% تشکر. ذهنب زوری است یا ذهن بزرگ؟ نه ذهن بزرگ است. ببخشید. گفتن که ذهن بزرگ. گفتن که واقعا همه چیز بسیار عالی و شیک. بی اندازه از این بلاگتان خوشم آمد. شما دو تا باید الگو باشین به همه زوجها. زنده و سلامت باشین. لطف شماست.
بله. همیرا تنویر گفتن تبریک باشه منجان و ساجان ازدواج موفق، بسیار دوستتان دارم، بیننده پروگرامایتان هستم. شوهرم باید مثل مرجان وری مثل کوه در پهلوی خانم خود استاد باشد. موفق باشین. علفش از شوهرها بوده. بله لطف و مهربانی شماست. بله ما هم همطور یک چیز میخوایم. دوست بعدی ما مریم است. گفتن که اینقدر خوش شدم شما را خوش دیدم، واقعا که حقتان است اینقدر خوشی. زنده باشین. امیری آرزو گفتن سلام خدمت شما عزیزان، سالگرد ازدواجتان مبارک باشه. زیباترین لحظه ها را برای با هم بودنتان آرزو میکنم. عشقتان عشق واقعی هرگز نمیمیره، بلکه با گذشت زمان قوی و قوی تر شده میره. زندگی شاد، آسمان قلبتان آبی باد، بهار عمرتان سبز. زنده و سلامت باشین. لطف شماست. دوست بعدی ما دی آر زهرا سخیزاده گفتن که تبریک باشه لالا میان جان و خواهر عزیزم رخسار جان قند. انشالله سالهای سال کنار هم خوش و خوشبخت باشین. خود من نامزاد هستم، آرزوی همه قسم یک زندگی پر از آرامش و محبت را دارم. زنده و سلامت باشین. ما همچنان با شما آرزو میکنیم که یک زندگی خوب و آرام متحلی را در کنار شوهرتان داشته باشید. دوست بعدی ما نیلو ناز گفتن یک زیبایی خاص این محفل اشتراک همه اقوام و دوستای پاکستانی است با امید آزادی و آبادی کشور عزیز ما افغانستان زیبا. آمین. زنده و سلامت باشید. نازی هم مطمئن گفتن چقدر شما زن و شوهر محترم و وفادار و نجیب رو دوست دارم. انشالله سالگرد 100 سالگی ازدواجتان رو جشن بگیرین و 2 کودک زیبای شما زیر سایه‌تان رشد کنن. آمین. زنده و سلامت باشین. نوین جان گفتن نام خدا ماشاءالله زوج بیجوره، محفل سالگردتان به خیر و به خوبی تیر کنین و بسیار زیاد تبریکتان باشه، همیشه هم قسم خوش و خندان باشین. آمین. من برادر عزیز هر کس خودت وری شدن نمیتونه، انسان‌های بسیار کم می باشه که در هر نگاه خانم خدا درک کنه یا متوجه خوشی‌های او باشه. زنده و سلامت باشین. دقیقاً همینطور است. تشکر از کامنت زیبای شما. گیتی یک دوسته گفتن که تبریک باشه، چقدر خوب که خودتان اهمیت میتین و متوجه زندگیتان هستین و برای خوشی خود سالگرد ازدواجتان را یادآوری میکنین تا ابد خوشبخت بمانین. سلام جان. سلام ندادی به دوستان؟ گیم میزنی؟ خب گیم بزن. دوست بعدی ما فرشته هاشمی گفتن خوش آرام باشین، سر کامنت های منفی جمپ هم نگیرین، دستشان خلاص گشنا را سیر کردن نمیتونیم، سیر را دیدن. سلامت باشین. توبا امیری چینل گفتن حال به هر کامنت که جواب بده. رخسار جان و میان برادر مجبور هستن که یک موضوع را برنامه بسازن. به برنامه خودتان عقل دارین، اینا هم میلیونر نیستن و همین کاروبارشان است، باید یک برنامه بسازن تا مردم ببینن. بله راست میگین. تشکر از شما که درک کردین و فکر کردین به این موضوع و خودتان امو جواب به سوال بعض دوستا را پیدا کردین. بله تشکر از شما. سلسله فهیم گفتن فرست کامنت انشالله که همیشه خوش باشین عزیزایم. فامیلی و بلاگ شما زیاد خوشم میایه، پروگرامایتان مانادار هست. best of luck guys and have a good party. بیننده شما از لندن. تشکر. سلامت باشین. لطف شماست. دیانا امینی گفتن در این ملک مسافری که سرنوشتان معلوم نیست، چیز ضرور که این کارای همچشمی و هم دهی پس و پیری باز تقلید از غرب، خداوند دیگه هدایت کنه شما مردم را. والا دل ما را شکستاندین به خدا بایگه بتون خیر شدین. ما هنوز جوان هستیم تشکر از کامنت شما. دوم دیگه من میگم دل انسان زنده باشه، سن مهم نیست، فقط یک عدد است. الان که 100 ساله باشین اما دلتان وقتی یک چیز میخواه از امو حتما تجلیل کنین. بازی هم چشمی نیست. دوست ما پیشتر یادآور شدی وظیفه ماست، ما مجبور هستیم کار بکنیم، برنامه بسازیم تا که موضوعیت بکنیم و مصرف میکنیم چون پس پیسش به دست میاریم. بله مدرسه جانم بیدار شد. بله من جان مبروک مدرسه جانم. چند کامنت آخر ما نمیرم میخونیم تا وقت مدرسه جانم به خدافظی میکنیم. تشکر شما دوست عزیز، زنده باشین. دوست بعدی ما فریبا حسینی گفتن 2 سال لطفاً اینقدر کامنت های منفی و ضد نقیص ندین، زندگی بسیار کوتاه است، چرا برای خود خرج نکنن و خوش نباشن. اینا هم بسیار جیگرخونی ها و پریشانی ها را پشت سر گذاشتن، به خاطر روحی خودشان و اطفالشان هم خوب است که سالگرد ازدواج یا غیره تجلیل کنند. فقر و بیپولی به همه جا هست، کدام فامیل را زودتر حمایت کنند، بس از دیگه خودشان هم آدم هستن، دل دارن، بانین مردم را به کارشان. تشکر از فریبا جان حسینی که شما ما را درک کردین.
دوست بعدی ما مریم، باز دقیق معلوم نیست، به حساب یوزر است، در کل آیش 84 چنان. یا گفتن که لالو محمد اینقدر دل کلان داره، سر هیچ مصرف خبر نیست، بیشک همیشه هم تو دل کلان باش، مرد را دست دل باز نمود میته. و کامنت من را بخوانن، یکی از علاقمندای همیشگی تان است، استانبول. تشکر از شما. و دوست بعدی دیگه ما باز گفتن پایانش ریپلای داده، گفته که پول مفت از دیگه چی کنه اینقدر پول را. راست میگین. تشکر از کامنت شما. امیدوار هستم با شما هم رقم پول مفت بیه، اما این رقم که برای ما مفت میه نه، چون از نظر خود ما مفت نیست، ولی که از نظر شما که مفت معلوم میشه. خدا کنه که براتون همیشه هم تو پولای مفت بیه. دوست بعدی ما الهام شوکت سادات است، نمیفهم چی است. اینا گفتن که به خدا دل ما رو او کردین، چقدر برنامه‌تان کم بود، باید 1 ساعت خومی بود، اگر ادامه هم داره باید 1 ساعت می بود، خب خیره باید تا صبح شام منتظر باشیم. تشکر از شما. زنده باشین. ادامه نداشت، مشکلات تکنیکی ایجاد شد، برنامه زیاد بود، ما با او خاطر کم ساختیم تا دیگه برنامه یادآور شدیم. دیگه خیر است همی که لذت بردین از اون موقع دقایقی که داشت، اونم بر ما جای خوشی است. بله. دوست بعدی ما یوزر است، اینا هم گفتن برو بچهش خیرات ما رو میگیرین، فقط پیسه آقایت باشه. من نمیفهم رخصار یک گفت است نه. خب فرض کردیم که اینا فرمسال بر ما خیرات میتن نه. وقتی یک نفر خیرات میتن، به خدا هم رو یاد بکنه که مثلا من اینا برای تو خیرات دادم، از دل آدم میکشه دیگه او کارو میکنه. باز دوم ما خود نگفتیم برای ما بتین، خودتون منسل میکنه دیگه گناه ما چی است؟ آها دیگه پول نقد نمیتین، اینترنت دارین، بیکار هستین دیگه، مضمون ندارین، میرین در یوتیوب برنامه مرا یا دوستای دیگه که یوتیوب چینل دارین. دوستایی است که منفی میگن، کسایی که مثبت میگن اونا خب با شوق علاقه وقت خودم میمانن، در یک جای دیگه مصرف نمیکنن، من ویدیوهای ما رو سعی میکنم. وقتی شما که فرض مثال میگین یا خیرات است یا مفت میتین دیگه چی بگیم بخدا؟ ما خیرات شما رو دیگه نمیخوایم، لطفا برنامه ما رو سعی نکنید. از ما خیرات ها رو کنسل کنین دیگه نتین دیگه. بله. دوست بعدی ما که اینام یوزر است، گفتن من جان شما از جمیل جان خواهش کردین که اجمل جان خواهش کردین که لباس شما را درست کنه. تشکر شما. بله از اجمل جان خواهش کردیم، متاسفانه کنه ذره مصروف بودن نمیشد، وقت کم بود، یعنی وقتی ما برزونا گفته بودم وقت کم بود تا کونا طراحی میکردن میدوختن نمیشد دیگه. از اون خاطر باز برای فعلا ماندیم، گفتیم خیر سال بعد ما خستیم. بله. دوست بعدی ما FMD گفتن که اولا میرا که تان باشد میان جان عزیز، ثانیاً اگر لطف کنین بگوین که موتر خریدین در اسلام آباد چی شرط داره. خب مبارکتان گفته باشه. تشکر دوستمان. موتر من نخریدیم، اما اگر بخواین موتر بخرین، متاسفانه کسایی که شما اینجا تذکره اینجا رو نداشته باشین نمیتونین موتر بخرین، یعنی به نام خود شما نه موتر خریده میتونین نه خانه خریده میتونین. از این خاطر دیگه ما که با ویزا آمدیم، از خاطر نمیشه که ما موتر بخریم و ما موتر به کرایه گرفتیم. تشکر از تمام دوستای بسیار خوب. مدو جان خب محمود جان جوس بخورید. بله تشکر از تک تک شما که بیننده برنامه ما بودین، هستین، کامنت های زیبایتان نوشته میکنین. قربان لطف و مهربانی تک تکتان دیگه چینل حتما لایک سابسکرایب بکنین و کامنت های زیبایتان خود حتما نوشته بکنین. حتی اگه منفی هم باشه بر ما قابل قدر است، ما میبینیم میخوانیم و حتی در برنامه کامنت خوانی خودم میخوانه میشه دیگه. زنده و سلامت باشین. قربان لطف هم شما. خداحافظ شما. خدا نگهدار.